دزیره این حماسه‌ای از عشق، قدرت و فلسفه تقدیر در دل تاریخ فرانسه قرن 18 داستانی نهفته است که همچون آینه‌ای چهره واقعی انسانیت را به ما می‌نمایاند. این روایت زندگی برناردین اوژنی، دزیره کلاری است، زنی که از دل عشقی ساده به یکی از پیچیده‌ترین مسیرهای تاریخی قدم گذاشت. قصه از مارسی آغاز می شود. در مهمانی شبانگاهی که دخترکی 16 ساله با چشمانی پر از رویا، سربازی جاه طلب به نام ناپلئون بناپارت را می بیند. در آن شب، زیر نور شمع‌های لرزان، گویی تقدیر با ما شوخی مرگباری آغاز کرده بود. این جمله است که دزیر سالها بعد در خاطراتش نوشت. اما عشق آنها دیری نپایید. ناپلئون برای رسیدن به تاجوف دزیره را رها کرد و به آغوش ژوزفین رفت. من به او آموختم چگونه عاشق شود، با او به من آموخت چگونه تنها بمانم. دزیره با قلبی شکسته اما سرافراز تون به ازدواجی مصلحتی با ژنرال ژان باتیست برنادوت داد. ازدواج بدون عشق مانند کتابی بدون کلمات است، پر صفحات سفید اما تهی از معنا. سالها گذشت. ناپلئون به امپراتوری بی همتا تبدیل شد و دزیره در کمال ناباوری ملکه سوئد شد. در دیرگاهی از پنجره هایی وارد می شود که هرگز درشان را نکوبیده‌ایم. وقتی سپاهیان ناپلئون به استکهلم رسیدند، دزیره با یکی از سخت‌ترین انتخاب‌های زندگی خود روبرو شد، بین آنچه بود و آنچه هست، بین خاطرات و واقعیت. در آخرین دیدارشان، ناپلئون به او گفت: تو می توانستی ملکه فرانسه باشی، و دزیره پاسخ داد: ترجیح دادم انسان بمانم. این جمله فلسفه وجودی دزیره را نشان میداد، زنی که قدرت را می شناخت اما انسانیت را برگزید. با سقوط ناپلئون، دزیره به ملکه‌ای محبوب تبدیل شد. شکست‌های عشقم مرا به پیروزی‌های انسانیم راهنمون کرد. در آخرین روزهای زندگی، وقتی به گذشته می‌نگریست، نوشت: عشق می‌آید و می‌رود، قدرت می‌آید و می‌رود، اما آنچه می‌ماند انتخاب‌های ماست در لحظات حساس زندگی. سرگذشت دزیره روایتی است از زنی که در طوفان انقلاب‌ها و جنگ‌ها شجاعانه مسیر خود را یافت. ما قربانیان تقدیر نیستیم، بلکه نویسندگان سرنوشت خویشیم. داستانی که به ما می‌آموزد چگونه می‌توان در میان تلاطم‌های زندگی اصالت خود را حفظ کرد. شاید حقیقت زندگی نه در آنچه به دست می‌آوریم که در آنچه از دست می‌دهیم نهفته باشد. این آخرین جمله‌ای بود که دزیره در خاطراتش نوشت و شاید بهترین درس زندگی او برای ما باشد. حالا میخوام تصویری که از خوندن این کتاب توی ذهنم شکل گرفت و براتون نقاشی کنم.